خب اینجایی که ما قرار داریم محل شرکت تعاونی مسکن اسکان شهر چابهار هستش، جایی که این روزها دستخوش اتفاقات و نارضایتی‌های زیادی از سمت مردم و ساکنین و شهروندان شهرهای مختلف حوزه استان هستش و سرمایه‌هایی که به هر حال اینجا خوابیده و مردم در بلا تکلیفی مطلق به سر میبرن. سالهاست که به امید اینکه به هر حال خونه دار بشن و بتونن سرپناهی برای خودشون دست و پا بکنن، سرمایه‌شون رو اینجا در این تعاونی و در این شرکت خوابوندن و به امید خونه دار شدن. متاسفانه هیچ اتفاقی رخ نداده و سالهاست در بلا تکلیفی مطلق به سر میبرن و ما به این قضیه ورود کردیم که بتونیم از طریق رسانه به هر حال پیگیر باشیم. ظاهراً بر اساس اونچه که ما در تحقیقات میدانی خودمون انجام دادیم، درصد بالایی از ساکنین و شهروندان استان، چیزی حدود 250-300 نفر درگیر این پروژه هستن و با گذشت 7-8 سال از آغاز و ابتدای به هر حال شروع این پروژه همچنان بلا تکلیف هستن و واقعا سرگردان و حیرانن و نمیدونن که به چه کسی مراجعه بکنن. ورود کردیم این قضیه ببینیم که اصلا جریان چی است و از چه قراره. با ما همراه باشید. آقا وقت شما بخیر. شما یکی از اعضای این تعاونی مسکن اسکان چابهار هستید که به هر حال در این ماجرا یک سرمایه رو خوابوندید. توضیح بدید برای ما چی شده، اصلا اتفاقی که براتون افتاده الان به کجا و به چه مرحله‌ای رسیده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، من حبیب بهزادی هستم، عضو تعاونی مسکن اسکان چابهار. از سال 90 ما پولی برای اینکه به عنوان خانه دار شدن در این محل در این پروژه ثبت نام کردیم و پول به عنوان پول کارگر و حتی طلاهای خانم ما را هم فروختیم. خانم ما به رحمت خدا رفته. چقدر بعد طلای همسرتون رو فروختید و ایشون هم به رحمت خدا رفتن. خدا بیامرزه. خب به عنوان این که ما برای خونه دار شدن، خانمم فوت کرد و طلاهاش فروخت، فوت کرد. الان حتی خانمم نتونست این خونه رو ببینه و الان 6 سال، الان سال 94 کلا پروژه خوابیده. ما هر کجا میریم مراجعه میکنه، اداره کار تعاون، اداره دادگستری فرمانداری چابهار، هیچ جا جوابگوی ما نیستن. فقط میگه این برو اونجا دیگه اصلا کاری که برای ما پیشرفتی به ما جواب خوبی به ما بدن که دل ما رو بگن کی خونه رو تکمیل کنی به ما بدن، هنوز خبری نیست. من واقعا برام عجیب غریبه این بنده خدا طلای خانومش رو فروخته. خانومش با هزار امید و آرزو به هر حال سعی کرده، خواسته، تونسته شریک باشه در به هر حال این ماجرا و الانم به رحمت خدا رفته. آرزوهای این بنده خدا هم که فوت شده دیگه به بنبست رسیده، یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده و خود این بنده خدا هم که میگه من خانمم فوت شده و الان هیچ امیدی دیگه برای این کار ندارم. سرمایه‌اش رو خانمش خوابونده خودش و میتونست اگر با مدیریت درست انجام میشد این کار، واقعا میتونست. به هر حال شاهد این بودیم که بعد از گذشت چند سال حداقل یک چند صباحی رو به هر حال این خانواده زیر سقف این خونه زندگی میکردن. نمیدونم واقعا چه کسانی باید پاسخگو باشن، اما انتظار داریم که مسئولین هم استان هم شهرستان، مسئولین نظامی، انتظامی، قضایی، امنیتی و به هر حال همه کسانی که دغدغه کمک به مردم رو دارن قطعاً به این مسئله ورود بکنن و
یک اتفاق خوب و مثبتی رو شاهد باشیم. آقا سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم از پیگیری شما. امیدوارم که انشاءالله فرجی بشه و ما هم به نتیجه مطلوبی که چندین سال سرمایه‌مون رو اینجا خوابوندیم برسیم. این پروژه که شما الان میبینید در حال حاضر من اینجا با مدرک ارائه میدم خدمت شما، سال 82 ما مبلغ رو واریز کردیم و عضو این پروژه شدیم. چقدر؟ هول و هوش اون موقع با 600 تومن عضویت شروع شد، دیگه همینجور از ما گرفتن تا رسید به 40 میلیون. از سال 94 تا سال 94 فکر میکنم همینجور هی مبالغی رو از ما گرفتن، به امید اینکه سالی که به ما اینا وعده دادن گفتن که ما 18 میلیون براتون وام میگیریم، یعنی با 18 میلیون کلید بهتون میدیم. ولی متاسفانه الان 18 سال گذشته، اون زمان وقتی ما عضو این پروژه شدیم دختر من 3 سالش بود، من طلای دست دخترمو در آوردم دادم برای این پروژه. اما متاسفانه کو الان 18 سال داره میگذره، چه گلی به سر ما زدن، چه کار کردن. متاسفانه خیلی پیگیری شده از طرف بعضی از آقایون، اما مسئولین هم هیچ جوابی به ما ندادن. متاسفانه مسئولین ما باید این مسئله خیلی براشون مهمی بود، ولی به هیچ جوابی نرسیدیم. ضرر رو ما کردیم تا الان، اما هیچ جوابی نگرفتیم. خواهشی که داریم از مسئولین یه اقداماتی انجام بگیره. اگرچه این پروژه دیگه من فکر کنم عمر قانونیش تموم شد، الان تمام آجرها پوسیده ریخته، همچین کیفیتی هم نداره که ما امید ببندیم به این که این 10 سال دیگه ما میتونیم توش زندگی کنیم. متاسفانه خواهش میکنیم که واقعا هنوز ما دلمون خوشه که یه سرپناهی رو سرمون باشه، یه سقفی رو سرمون باشه. ما هنوز امیدواریم و از مسئولین خواهشی که داریم بیان از نزدیک ببینن. رئیس محترم جمهور ما جناب آقای رئیسی بیاد از نزدیک مشاهده کنه، ببینه که این اعضا واقعا بازم دل بستن به همین چند تا آجر، چون زحمت کشیدن، چون هزینه کردن. شما پچی وایدان جریان چه پا توضیح بده؟ سال 83 ایدان یحت اوزو بودتگن و زمینی بودته تی روستا و دواری اگر داشته ایم مثلا باگو که داشته بهایم کتا یحت همه اوزو بودتگن. اولین بار یک ما ایدان بلد نبودتگن یه بونگاهی این رابطه که ایدان ثبت نام کتا 12 میلیون به هر واحدی مارش پول گرفته اولین بار، که در صورت 4 میلیون تو ایدان پرداخت بوده آدگریش نکته. دوباره سال 84 یحتگن 85 یحتگن گوشتش آقا 89 به شما دوار تحویل ده، تا الان 40 میلیون پول ماش گرفته، هیچ هنگام معلوم نه کجا واحد مال ما. خیلی کوتاه به ما بگوش که الان انتظار شما از مسئولین چیه؟ 20 ثانیه. انتظار ما یه شیگن که الان سن ما عادی بوده 20 سال، الان بوده 40 سال، حداقل 38 40 سال که شیگن هندگل به ما یه واحد یه چیز تحویلی هم بدن که دیگه یه همه پول هزینه ما شده. اگه پول یکم ای مارش گرفته الان یه برآورد بزنه بعد 3 میلیارد پول بودن دار ندار ما هم دان رابطه دیگه هیچ چیزی نبوده. ما واجه 83 یحتگان پول داده بگو هو گوشتگش دو طبقه هر یکی 8 میلیون وام منی ای روت کاغذش هم هست این روشنه ها گوشتگ دو طبقه من 4 تا واحد گرفته، 4 واحدان بعد واجه هر به یحتگان زمین چیزی نبوده کشی کیس بده، کیسانشون داده کامل. بعد یحتگان ایدان بشی 10 طبقه 7 طبقه هر و یحتگان کشی رئیس پیسرگین دوزی کته من یحتگان سالی هم مردمه و انشالله بعد سال تحویل شما حتی منش نوشته داده تر ندانم حق انتخاب ها تر چی ها تا بازاق بوده تا پلان بوده به همه خبر علیکیه تماما چه حالی که خبر دیگه چیز مارش یعنی تا حسابی کش ما کل زندگی و تعداد 4 واحد. خب الان چه انتظارت از مسئولین؟ خیلی کوتاه ما رو باش، از مسئولین چه انتظاری داری؟ فقط رسیدگی کنه حق به حق دار برسی، فقط همش. برای پیگیری نهایی این مسئله سعی می‌کنیم که ارتباطی تلفنی هم با مدیران عامل سابق و به هر حال فعلی این تعاونی بگیریم و از مسئولین استانی هم سعی می‌کنیم با چند نفر گفتگوی داشته باشیم ببینیم که اصلا واقعا لنگ این کار کجاست. و واقعا هم همینطوره، اکثر این اعضای این تعاونی نظرشون همینه که عمر مفید این
خونه ها نهایتا دیگه 20 تا 30 ساله، الان تقریبا 20 سالش گذشته دیگه. حالا خیلی خوش شانس باشن اگه تا 2-3 سال دیگه هم آماده بشه، 7-8 سال بیشتر حالا دیگه استاندارد نمیتونن شاید توی این خونه ها زندگی بکنن. باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. در خدمت 2 نفر دیگه از اعضای این تعاونی هستیم، از کسایی که به هر حال در این پروژه ثبت نام کردن و سرمایه خوابوندن. آقا وقتتون بخیر، توضیح بدید رو به دور ببین دقیقاً اصل ماجرا چیه و الان چه انتظاری دارید از مسئولین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما از کسانی هستیم که از سال 1382 عضو اولیه این تعاونی بودیم. فاز 1 بودیم و ما تحویل ندادن، جزء فاز 2 کردن، 2 هم ما تحویل ندادن، تمام پولا هم ریخته بودیم که به فاز 3 شدیم سال 90. از سال 90 هم که قرار شد سال 94 به ما تحویل بدن، ولی تحویل ندادن و بعد سال 94 به بعد هم به طور تعاونی ویله و هر جام که شکایت کردیم به ما جواب ندادن. دادگستری رفتیم، اداره کل تعاون رفتیم، همه جا رفتیم، به ما جواب ندادن، گفتن پیگیری نکردن اینا. ما موندیم الان ان شاء الله مسئولین پیگیری کنن. خوش پاسخ اداره کل تعاون چی بوده؟ اداره تعاون الان مثلا دادگستری گفت آقا برین مجمع بذارین، ولی اینا این اداره تعاون جواب نمیده. آقای مبارکی باید بیاد اینجا، رئیس هیئت مدیره بوده دیگه، نمیاد. به خاطر اینکه نمیاد اینم جلویش گرفته که شما مجمع نذارین. آقای مبارکی کجا هستن الان که میدونم چه بعد اینا خودشون باید بدن دیگه. دادگستری میدونه، خود اداره تعاون میدونه، شماره تلفناشو دارم، ولی خب پیگیری نمیکنن اینا، هیچ کدومشون پیگیری نمیکنن. بعد تا الان 18 سال گذشته. یعنی عذرخواهی میکنم 18 سال شما درگیر این ماجرا است. چقدر پول گذاشتید سر این ماجرا اون موقع سال 82؟ به 100 میلیون. 100 میلیون، آره 100 میلیون واریز شده پول. ولی هنوز از فاز 1 به ما گفتن برید فاز 2، از فاز 2 اومد فاز 3 که هی گفتن تحویل میدیم، حالا اینجا صبر کنید. هیچ مسئولی نیست که بیاد اینجا پیگیری کنه. آقا جان این آقایونی که جزو هیئت مدیره هستن اینا چرا پروژه رو تحویل نمیدن؟ به حج، حتی به تهران، به رئیس جمهور با آقای احمدی نژاد ما شکایت کردیم، با آقای روحانی شکایت کردیم، به تهران فرستاده شده، به زاهدان فرستاده شده این شکایت ها، ولی هیچ کجا پیگیری نشده، هیچ کجا. فقط به ما میگن شما حالا صبر کنید، شما حالا صبر کنید. چند وقت الان چند ساله که پرونده های شکایت تو همین دادگستری چابهاره، تو اداره زاهدان از تعاونیش گرفته، از دادگاه پرونده میره زاهدان، دادگستری زاهدان از اونجا ارجاع داده میشه اینجا. فقط شدیم توپ فوتبال که ما رو هی از این ور به اون ور، از این اداره به اون اداره پاس میدن. دیگه این موضوع رو پیگیری کنن آقای رئیسی. آقای رئیسی که میگن پروژه های ناتمام باید اول تمام بشه، بگن محض رضای خدا به داد دل این مردم بریزید. ببینید چند نفر عضو داره اینجا، به خدا 18 سال عمریه، به زبون میاد میگیم 18 سال، ولی یه عمریه 18 سال. انشالله که این مشکل هم حل خواهد شد. ما قطعا از طریق رسانه هم پیگیری ماجرا خواهیم بود و یقین داریم که با نگاه به هر حال خوب و ویژه‌ای که هم رسانه و هم به هر حال مسئولین دولتی در دولت جدید انشالله خواهند داشت، مثلا امیدواریم که پیگیری بشه و از همه دستگاه‌های به هر حال اجرایی و نظامی و قضایی شهرستان و استان و حتی در سطح کلان و نمایندگان محترم میخوام که واقعا به این مسئله ورود پیدا بکنن. خانومی که تلاش و فروخته و از دنیا هم رفته، دستش از همین چی کوتاه شده و به هر حال این سایر عزیزانی که توی این طرح واقعا متضرر شدن، 100 میلیون هم بالاخره 100 میلیون. قطعا با پیگیری شما، ورود جدی شما بزرگواران به این ماجرا، لبخند رضایت بر لبان همه این قربانیان این ماجرا انشالله نقش خواهد بست و دعای خیر میکنن. به هر حال دیگه این مسئله اتفاقی که افتاده و هر اقدام مثبتی منجر به هم رضای خدا و هم رضای بنده خدا خواهد بود. شکایت های متعددی در دادگاه و امور قضایی انجام دادیم، به نتیجه نرسیدیم. از مسئولین محترم عاجزانه تقاضا میکنیم با توجه به اینکه ما سرمایه گذاری کردیم توی این قسمت، به امید اینکه یه روزی صاحبخونه بشیم، بتونیم توی خونه که خودمون سرمایه گذاری کردیم بشینیم، اینو پیگیری بفرمایند. ممنونیم از اینکه با ما در این گزارش همراه بودید. به نظر میرسه بر اساس اون چیزی که بنده برداشت کردم از صحبت اکثر اعضای این به هر حال تعاونی، تنها راه برای به هر حال بهبود این وضعیت برگزاری هر چه سریعتر جلسه مجمع عمومی برای تعیین هیئت مدیره برای این تعاونی هستش که به هر حال به موجب این کار به نظر میرسه که شاهد به هر حال قدم‌های
میشه گفت جامع‌تر و دقیق‌تری از سوی به هر حال مسئولین ذی ربط خواهیم بود و امیدواریم که هر چه سریعتر به هر حال همه کسانی که در این ماجرا دخیل هستند با برگزاری این جلسه و تعیین هیئت مدیره موجبات رضایتمندی و به هر حال رضایت هم خدا و بندگان خدا که در این ماجرا واقعا خیلی شدید متضرر شدن رو فراهم کنن. از اینکه با ما در این گزارش همراه بودید بی‌نهایت از شما سپاسگزاریم و به امید اینکه حل بشه مشکل این عزیزان دعا میکنیم که واقعا یک اقدام جدی و عاجل صورت بگیره. هر جایی که هستید صحیح و سلامت و تندرست باشید. خدا یار و یاور و نگهدارتون باشه. بدرود.